به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار به یکایک شما باد در هر کجای عالم که هستید و در هر وقت و ساعتی که ما را میبینید و میشنوید. بار دیگر ماه شریف رمضان رو به یکایک شما تبریک میگم و از خداوند منان قبول عبادت ها، تندرستی و سعادت هر دو عالم را برایتان تمنا دارم. و باید گفت که چند مدت بود که در خدمت شما نبودیم و با سبب‌های گوناگون، هم ماه شریف رمضان، هم سفرهای زیاد و مشغولیت‌های دیگری هم بودن و حالا موضوع زیاد جمع شدن که درباره آن باید گفت و تفسیر کرد، تحلیل کرد و نقطه نظری شخصی خودم، نقطه نظری پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌هایی که با ما هستند باید در این مسئله گفته شوند. اما موضوع از همه داغ و موضوعی که باید در این شب و روز اطرافش گفت، این دپورت یا استرداد یا اخراج دادر عزیزمان عبدالله شمس‌الدین هست و تاجیکستان که بعداً طبق خبرهایی که رسید چند روز پیش با مدت 7 سال وارد زندان شد و لازم دانستم که در این موضوع هم نقطه نظری خود را بگم و اطراف یک چند موضوع یا یک چند سوال با هم تحلیل‌های داشته باشیم. اول اینکه چرا آلمان عبدالله را اخراج کرد و تاجیکستان فرستاد، ناوابسته از آن که ما تلاش‌های زیاد کردیم که این کار صورت نگیرد. دوم اینکه حبس عبدالله به مدت 7 سال برای رحمان و برای حکومت امام علی رحمان چه پیامدها خواهد داشت. و سوال دیگر اینکه مخالفین اپوزیسیون در مجموع، بخصوص کسانی که عبدالله برایشان عزیز است، ارزش دارد، چه کار باید کنند و آیا در آخر آیا شانس آزاد شدن عبدالله هست؟ میتوان گفت که عبدالله آزاد میشود یا نه؟ در این باره تلاش میکنیم تحلیل خود رو داشته باشیم و حالا شروع کنیم از سوال اول که چرا آلمان عبدالله را به تاجیکستان خارج کرد. دوستان عزیز، در این باره تحلیل ها خیلی زیادن، سر و صدا ها خیلی زیادن و هر کس به شکل خودش این را تفسیر میکند. هر کس تلاش میکند که مسئله را طرز بیان کند، معرفی کند که به نفع خودش است و متاسفانه در بین این روایت ها و شرح و تفسیرهای گوناگون حقیقت ها گم میشوند. عبدالله شمس‌الدین مدت بیشتر از 11 سال است که در آلمان قرار دارد. هنوز وقتی به آلمان هجرت کرده بود که هیچ خبری از بسته شدن نهضت اسلامی تاجیکستان نبود. البته نشانه هاش بود، یعنی دقیقاً بعد از پیدایش پروتکل 3220، پروتکل معروفی که در آن امام علی رحمان و نهادهای قدرتی دستور آهسته آهسته محدود کردن، ضعیف کردن، سرکوب کردن نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام حزب و حرکت‌های مخالفین، جامعه شهروندی را داد و نشانه هاش برای کارشناسان، برای کسانی که سیاست را میفهمیدن معلوم بود، اما جامعه عامه مردم در عموم از این آگاهی نداشتند و بنابر همین عبدالله حالا با هر دلیلی که باشد به آلمان هجرت کرده بود. اما مسئله در این است که او برابر آن که به آلمان رسید با دلیل‌های گوناگون و با سبب‌های گوناگون و من فکر میکنم پیش از همه با دو دلیل. یکم این که هنوز تاجیکان تجربه در اروپا آمده مهاجر شدن و پناهندگی گرفتن رو نداشتند، بغیر از چند نفر معدودی که در سالهای جنگ شهروندی به اروپا آمده بودند یا سالهای بعدی، اما شخصیت‌هایی بودند که دارای حالت و وضعیت‌های مشخصی معین بود و آنها پناهندگی گرفتند. اما به شکل عموم صدها و هزارها تاجیک به اروپا در اون سالها نآمده بودند. اما ملت‌های دیگر مثل افغان‌ها، ایرانی‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها در اون وقت هم خیلی زیاد به اروپا هجرت می‌کردند و یک تجربه در بین مهاجرین دیگر پهن شده بود که آنها بخصوص مهاجرین افغانستان که آنها هویت اصلی خود را پنهان می‌کردند تا اینکه خود همین روند معین کردن هویت چندین سالها طول می‌کشد. در این مدت می‌تواند یا پناهندگی بگیرد یا به یگان شکل بود و باش خود را قانونی کند.
و احتمال دارد که به عبدالله هم این توصیه رو داده باشند و او در اول با مقامات آلمانی قسما هویت خودش را غلط گفته است، یعنی نامش را دیگر نشان داده است، نام خانوادگیش را شاید. و سبب دیوم میتواند در آن باشد که عبدالله نخواست به پدر و مادرش، به نزدیکانش در دوشنبه ضرر برساند و چون اگر معلوم شود که او پناهندگی طلب کرده است در آلمان، میتوانست باعث دردسری پدرش و خانوادهشون شود که اون وقت در تاجیکستان زندگی میکردن. حالا به هر دلیل باشد، یکی از کمبودی‌ها که عبدالله صادر کرد این پنهان داشتن هویتش بود، نام و نسب واقعیش بود. اما این را باید بگم که اگر صدها هزار نباشد هم دهها هزار مهاجر در اروپا این تجربه را دارند، به هر دلیل نام و نسب خود را پنهان میکنند که البته این کار را نباید کرد و این یکی از کمبودی‌های جدی هم محسوب میشود. و این یکی از مشکلات بود که بعداً مقامات آلمانی و دادگاه هم این را در پرونده ها نشان داد. و اما در رسانه ها خبرهای دیگری رفت که گویا عبدالله را برای کدام قانونشکنی های دیگر هم بیرون کرده باشند. با دوستان عزیز این را باید بگم که به این گونه شرح و تفسیرها نباید اهمیت داد، اینها جدی نیستند، نه به خاطر آنکه عبدالله چنین عملی را صادر نکرده باشد، نه، عبدالله میتواند چنین عملی را صادر کرده باشد. مثلا در اونجا گویا حادثه تجاوز بود که اصلا این باور کردنی نیست، چون که در اروپا، در آلمان برای تجاوز هیچ وقت 1 سال شرطاً حکم صادر نمیکنند، خیلی حکمی سنگین است. اما برای بحث و کشمکش و جنجال و این مناقشه ها بله میتوانند که 1 سال شرطاً، همچنین که برای عبدالله شد. اما این کار 9-10 سال پیش است که دیگر به گفته حقوق‌شناسان مهلت این حادثه یک سراغ داونستی علاقه رفتگی است و هیچگاه در یگان پرونده عبدالله در مقامات آلمان، در دادگاه در این باره حادثه نیست. این فقط در رسانه ها برای معلومات داده می شود، اما هیچگاه سبب اخراج نخواهد شد. خب پس بیایم تحلیل کنیم که سبب اصلی اخراج عبدالله به تاجیکستان چه بود. دوستان گرامی، آلمان در حداقل 5-6 سال اخیر چندین میلیون مهاجر را پذیرفت، از سوریه، از افغانستان، عراق، ترکیه، ایران، تاجیکستان و کشورهای زیادی افریقایی. اما بعد از جنگ روسیه و اوکراین یک باره که 8 میلیون اوکراینی به اروپا هجرت کردند و اکثریت آنها باز به آلمان آمدند، توانمندی آلمان برای جابجا کردن، نگاه داشتن، خوراندن، پوشاندن، با پول تأمین کردن، با جای کار تأمین کردن بیشتر از 10 میلیون مهاجر که در این 10 سال اخیر آمد، که هم از افریقا و آسیا و از اوکراین و حتی از خود روسیه هم، اگرچه روسیه خودش جنگ کرده ایستاده است علیه اوکراین، باز از خود روسیه هم خیلی ها، هزارها نفر مهاجر شده ایستادن و حکومت آلمان تصمیم گرفت که مهاجرانی که در آلمان قرار دارند اما دلیل برای بودن ندارند، یگان حجتشون کمبودی دارد، پناهندگی نگرفتن، باید آنها به وطنهایشون بازگردانده شوند. یعنی خود مقامات آلمان اعلام کردند که در همین سال 2022 باید 300,000 مهاجر از آلمان به وطنهایشون برگردانده میشد. آلمان چیکار کرد برای این مسئله؟ آلمانی ها آمدند با حکومت های همه کشورهایی که مهاجر از آن آمده است وارد گفتگو شدند، از آن جمله با کشورهای افریقایی، با آسیایی و با تاجیکستان هم، و مسئله را در میان گذاشتن که آیا این حکومت ها، این کشورها می توانند مهاجرین خودشان را بازپس بگیرند. در عوض حکومت آلمان چند امتیاز به این حکومت ها پیشنهاد کرده ایستاده است. برای مثال هر کشوری که شهروندان خود را از آلمان باز میگرداند، قبول میکند، آلمان به این کشور چند امتیاز میدهد. یکیش قرضهای امتیازناک مالیوی میدهد، کمک تکنولوژی میکند. سیوم به مقامات دولتی، به چینوونیکا، مسئولینی که در حکومت ها کار میکنند، ویزای آسانتر میدهد، یعنی شرایط ویزاگیری رو برای نمایندگان حکومت آسانتر میکند و بورس یا اینکه استیپندیه های استودنتی بیشتر به این کشورها تقدیم میکند. برای مثال اگر به تاجیکستان هر سال آلمان
100 یا 200 استیپندیا برای تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه آلمان بدهد. بعد از این شرطنامه ها این گونه امکانیت ها رو بیشتر میکند، شاید که برای 1000 نفر بدهد و این در سراسر جهان به همه کشورها پیشنهاد شد. بسیاری از کشورها وارد گفتگو با آلمان شدند و قبول کردند این شرط های آلمان رو، انیقترش این پیشنهادهای آلمان رو، و از آن استفاده برده ایستادند. اما یک مقدار از کشورهای دیگر، بخصوص کشورهای افریقایی، آماده نیستند که این پیشنهاد آلمان را قبول کنند. برای مثال تونس، مراکو، نیجریه، افیوپیا، چندین کشورهای هستند که صدها هزار مهاجر دارند، شاید میلیون ها مهاجر دارند. پاکستان، هندوستان، برای مثال شریلانکا در اروپا، و آنها حساب و کتاب میکنند که خب آلمان چقدر کردیت میده، آلمان چقدر دانشجو قبول میکند. آیا این برایش آسان تر است یا قبول کردن مثلا 9 میلیون مهاجر که در اون وطن جای کار ندارد، باز اینا جوان هستند و مشکلات اقتصادی رو بیشتر میکنند؟ بعد این حساب کتاب ها آنها رد میکنند و بسیار از کشورهای افریقایی آماده نیستند که شهروندان خود را قبول کنند، برای آنکه شماره زیاد است. اما کشورهای مثل تاجیکستان زود قبول میکنند. برای چی؟ اولش اینکه شماره زیاد نیست، حد اکثر 10,000 مهاجر در آلمان زندگی میکنند یا در اروپا در مجموع از تاجیکستان، که اکثریتشون باز مهاجرهای سیاسی هستند، از جبر و ظلم و از فشارها هجرت کردند. بله در بین آنها مهاجرای مهنتی هم کم نیست، اما مهاجرای مهنتی ما بیشتر به روسیه، قزاقستان، ترکیه و جاهای دیگر میروند. آمدن مهاجر مهنتی به اروپا کمتر است، اگرچه سالهای اخیر بیشتر شده است، به خصوص پولشا، لیتوا و انگلیا، اما با آلمان و با این کشورها کمتر است. به هر صورت وقتی که آلمان این پیشنهاد را کرد، حکومت تاجیکستان جان گفته قبول میکند، برای آنکه هم از امتیازهای زیادی آلمان برخوردار می شود و هم شهروندان خود را که به خصوص کسانی که مخالفین هستند با این وسیله می تواند که برگرداند و وارد زندان کند یا در حبس خانگی یا تحت فشار قرار بدهد تا اینکه آنها دیگر فعالیت نکنند، مثل که با عبدالله کردن، مثل که با چندین مهاجر دیگر در گذشته کرده شد. خب پس این حالا گویم یک پس منظر فان عمومی که چرا آلمان این کارو کرده ایستاده است و باید که فقط حتی با کشورهای ما زیاد ربط ندارد. مثلا بعضی ها میگن که تحلیل کرده ایستادن که شاید این بیانگر آن باشد که مناسبت آلمان با اپوزیسیون تاجیک تغییر کرده است و از این به بعد بیشتر اپوزیسیون تاجیک رو بیرون میکند. نه دوستان عزیز، این هیچ ربطی به اپوزیسیون ندارد. برای مثال در همین سال 2022 3000 مالدوان رو بیرون کرد، یعنی انیقترش بیرون کردنی شد آلمان. حالا توانست یا نتوانست این مسئله دیگر است، چون که خودی مقامات آلمان میگن که در مجموع از همه کسانی که حکومت آلمان باید بیرون کند همگی 10% رو موفق می شود. 90% آن با هر بهانه یا فرار میکنن یا باز بیمار هستند، در آلمان باز باقی میمونند. و مالدوان ها رو بیرون کرده ایستاده است، گرجستانی ها رو بیرون کرده ایستاده است، آذربایجانی ها رو، افریقایی ها رو و مردم زیادی رو بیرون کرده ایستادن و این سیاست دولتی هست. اما چرا بخصوص عبدالله و چرا تاجیکان را؟ مسئله در این است که چقدر که گفتم پیشتر حکومت آلمان با نمایندگان همه کشورها وارد گفتگو شد. چون این گفتگو هم با تاجیکستان، طرف تاجیکستان حتما صورت گرفته است در دوشنبه در برلین بین سفارت و وزارت خارجه و نهادهای گوناگون و یک صحبت، یک ملاقات بسیار مهمه در شهر اسن آلمان در نیمه های سال گذشته سال 2022 صورت گرفت با شرکتی هم مقامات مهاجرت آلمان، نمایندگان سفارت تاجیکستان و یک عده از شهروندان تاجیکی مهاجر هستند اما پناهندگی نگرفتند. آنها قبولی نداشتند و باید برگردند به تاجیکستان. ماهیت این ملاقات در چی بود؟ حکومت آلمان چرا این ملاقات را تشکیل کرد؟ برای آنکه مردم را مطمئن کند که اینجا نمایندگان حکومت تاجیکستان هم هستند و اینها وعده دادند که کسانی را که آلمان بیرون میکند برمیگرداند به وطنش، اونها در اونجا زیر شکنجه، فشار، زندانی یا گرفتار یگان مشکلات دیگر نخواهند شد و این وعده را حکومت تاجیکستان در حضور
نمایندگان آلمان در حضور خود شهروندان تاجیکستان در شهر اسن داده است. اگر چنین وعده داده نمیشد حکومت آلمان به هیچ وجه عبدالله و دیگر شهروندان رو بیرون نمیکند، برای آنکه آلمان یک قانون دارد. با کشورهایی که در آنجا ولایت قانون نیست، قانونگذاری در سطح عالی نیست، در زندانها شکنجه و تحقیر و عذاب دادن هست، حکومت آلمان حق ندارد کسی را اخراج کند. و حکومت تاجیکستان هم دلیل ها آورده است که نه، در تاجیکستان یگان پرابلم نیست و ما اپوزیسیون را فشار نمیاریم، قانون هست، عدالت هست، شما میتوانید این افرادی که در روی خط دادید به تاجیکستان برگردونید، آنها زندانی نخواهند شد. اتفاقا عبدالله هم در بین اون اشتراک کنندگان بود، نامش در اونجا وجود داشت، او را دعوت کرده بودند به این ملاقات. و بعد از این ملاقات حکومت آلمان مطمئن شد که نه، دیگر حکومت تاجیکستان عهدشکنی نخواهد کرد و دروغ نخواهد گفت و عبدالله و چندین نفرهای دیگر را بیرون کردند و چند نفر از اشتراک کنندگان اون جلسه خودشون برگشتن، ما معلومات داریم خودشون اختیارا برگشتن، اما چند نفر دیگر برگشتن نخواستن، زیرا بسیاریا گفتند که به حکومت تاجیکستان باور کرده نمیشود. اتفاقا عبدالله هم برنگشت و به حکومت آلمان گفت که من به حکومت تاجیکستان باور ندارم، آنها دروغ میگن. آنها را که زندانی نکردن، آنها نه اپوزیسیون هستند، شهروندان عادی هستند، فرزند کدام اپوزیسیونر نیستند، فعال سیاسی نیستند، ولی من در خطر هستم. اما حکومت آلمان چرا به عبدالله باور نکرد بلکه به حکومت تاجیکستان باور کرد؟ زیرا من نمیگم که آلمانی ها یا اروپایی ها انسان های ساده هستند، انسان های نمیفهمند. اگر اینها آلمانی ها آدمان عاقل و دانا نمی بودند به این درجه نمی رسیدند. پیشرفت تکنولوژی، علم، سیاست، اقتصاد، فرهنگ. پس حتما در پس این پیشروی ها یک ملت، یک قوم بسیار پیشرفته، آگاه و باسوادی هست. اما چرا آنها فریب دیکتاتورهای مثل رحمان رو میخورند و فریب حکومت تاجیکستان رو خوردند؟ برای آنکه آنها بر این نظرند که وقتی که حکومت، نماینده رسمی یک دولت چیزی رو گفت، اون دیگر طبیعی است که با اون باید باور کرد، چون حکومت آلمان دروغ نمیگوید به کسی، به شهروندان خودش، به ملت خودش، به کسی. و سوال میگذارد چرا باید حکومت تاجیکستان دروغ بگوید؟ بنابراین به تاجیکستان باور کرد و عبدالله رو فرستاد. خب امروز آلمانی‌ها درک کردن که غلط کردن، خودشون اعتراف میکنن، چندین مقاله نوشته شد. مثلا در روزنامه از همه سرتیراژ آلمان، فرانکفورت آلگمین، که قریب 500,000 میلیون تیراژ دارد، این فقط روزنامه خودش، اما آنلاینی چقدر در سایت میخونن، الکی دو مرتبه شو درباره عبدالله مقاله می نویسد با شرح و تفسیرهای ما. و این الکی سیاستمداران آلمان در جریانند، ملاقات‌های اینجا صورت گرفت و ما هم 2-3 مرتبه اعتراض کردیم و خود حکومت آلمان درک کرد که اینجا یک اشتباهی کردن و الکی در دالان‌های حکومت آلمان، مقامات مهاجرت، این مسئله مطرح است که دیگر نباید به فریب حکومت تاجیکستان داده شد. خب اکنون برگردیم به سوال دوم که چین عاقبت برای رحمان خواهد داشت. دوستان گرامی، حالا شاید امامه رحمان، مقامات قدرتی، یتیموف، رحمانزان رحیمزاده، پروکورور گنرالی طبل شادی بزنند که ما بالاخره موفق شدیم برای فریب کردن آلمان یا فریب کردن خود عبدالله، به هر شکل یک اپوزیسیونر رو دیگر رو گرفتیم و زندانی کردیم، دیگران رو میترسونیم غیره و هاکذا. اما من نظرم فرق میکنه دوستانی عزیز. اینجا مثل همون داره میموند که یک اکولا ماهیچه رو صید میکند میگیرد، اما به خبر از اینکه همراه این ماهیچه یک چنگک دیگری هم را فرو برده است. حالا خود عبدالله هیچ خطری برای رحمان ندارد، چون یک انسان بی‌آزار است، یک جوان هست، خب 2 فرزند داشت، با زنش در آلمان زندگی میکرد. حالا رحمان با فریب او را برد. اما اون چنگکی که رحمان فرو برد همراه عبدالله این است که دیگر او را نمیتواند دیگر هضم کند، حل کند. معده‌اش دیگر اون چنگک را هضم کرده نمیتواند و نمیتواند او را بیرون کند دیگر. چون اگر بیرون کند عبدالله را جواب میداد، میگفتن که خب ترسید از آلمان یا از اپوزیسیون، خب دیگر مجبور بود که عبدالله را زندانی کند. اگرچه با عقلی میکرد باید جواب میداد، اما دیگر مجبور است که عاقبت آن را تحمل کند. حکومت آلمان الان وارد کار شده ایستاده است و باید شود،
جامعه آلمان بخصوص اون دوستان عبدالله، خود شهروندان آلمان و دیگر مهاجران بیکار نخواهند نشست. در رسانه ها نوشته ایستادند و چهره رحمان، چهره حکومتش الکی در سطح جهانی همچون یک دیکتاتوری که فقط برای یک لایک، برای یک میتینگ، برای یک عضویت در یک حزب سیاسی اپوزیسیونی، حتی اگر در تاجیکستان هیچ کارم نکرده باشد، او را برای 7 سال زندانی میکند. از این دیگر این معرفی بدتر نخواهد شد و الکی همین است که در گزارش‌ها در رسانه‌ها حکومت یعنی رحمان با یک صفت‌های خیلی بد معرفی می‌شود. شما ببینید وقتی که به امریکا سفر کرد برای شرکت در کنفرانس آب، حتی یک وزیر آمریکایی هم با او ملاقات نکرد، حتی یک نماینده دولت هم با او ملاقات نکرد. من نمیدونم آیا واقعا سفرش به بریتانیا و آلمان همونطوری که اعلام شده بود که در کدام بیزنس فروم ها شرکت خواهد کرد با چه سبب ها لغو شد یا برنامه‌ریزی نشده بود از قبل، این را من پورا نمیدونم، اما معلومات ها بود که او برای شرکت در کدام بیزنس فروم هم یک باره به این سفر امریکا شرکت خواهد کرد. اما بعد که دید که در امریکا هیچ کس با او صحبت نکرد، هیچ کس قبول نکرد، دیگر حتما میدونست که اگر در آلمان مثلا در هر کجای او را جای پایش رو پیدا کنن ما در جستجو بودیم، حتما در نزد اون بینا میتینگ میشد و در بریتانیا هم همین و احتمال زیاد است که این اونا درک کردن، چون بالاخره سفارت ها معلومات میدن که الان فضا از لحاظ سیاسی رسانه‌ای برای حضور رحمان در این منطقه مساعد نیست، وگرنه هر ژورنالیست میتواند این سوال رو مطرح کند، اپوزیسیون میتینگ کند و برای خود مقامات آلمان و بریتانیا هم دردسر میشد و بنابر همین این نشست ها و ملاقات هم برگزار نگشتند. این الکی بیانگر آن است که فضا برای رحمان در سطح جهان تنگ شده ایستاده است و این کار عبدالله اون را تنگتر خواهد کرد و من باور دارم که این اشتباه خود را مقامات تاجیکستان به زودی درک خواهند کرد. اما چرا این را پیش بینی نکردن؟ چون تحلیل ندارن، نه سفارتی درست است نه مقامات قدرتی درست است که خب عبدالله چی، یعنی عبدالله چی ارزش داشت برای حکومت رحمان؟ فقط برای آن که پسر شمس‌الدین سعید است، برای آن که دامادی ما هست، یعنی شوهر جنی ما هست و اونا فکر کردن که عبدالله معلومات زیاد دارد. خب همون معلوماتی را دارد که دیگران هم دارن. حالا معذرت میخوام، از عبدالله چه معلومات گرفته توانستند این برای خودشون معلوم، اما خب اون معلومات ها در همه هست دیگر. اما این برای حکومت عاقبت های حتما خواهد داشت. خب بیاییم به سوال سوم که مخالفین چیکار باید کنند، جامعه شهروندی چیکار کنند، مهاجرینی که مثل عبدالله هستند در این حالت اینها چیکار باید کنند؟ دوستان گرامی، من درباره وقتی مخالفین میگم، من مخالفین را در نظر دارم که برایشون این مسئله ارزش دارد، اهمیت دارد، اما معذرت میخوام دوستان، اما کسانی که مخالف، حالا مخالف شاید باشند اما بیشتر مخالفین هستند و مسئله رو نه از بعد یا روزنه سیاسی برای ملت نگاه میکنند، بلکه اونها منتظرند که کی یک حادثه می شود از نهضت اسلامی تاجیکستان، از پیمان ملی یا خش تبار ما که این را استفاده برند باز برای ضربه زدن به ما، مسخره کردن و کم نشان دادن اهمیت این موضوع. من به اینها کار ندارم، چون یک گروه هستند که اونها در همه ناکامی های خود، در همه مشکلات خود، حتی اگر زن و شوهر با هم جنگ کنن، اونها در خانهشون نهضت را گناهکار میدونن. اگر بنزین در امریکا یا اروپا قیمت شود، نهضت گناهکار است. اگر جنگ روسیه و اوکراین شد، برای آنها نهضت گناهکار است. برای همه مشکلات شخصی و سیاسی آنها نهضت گناهکار است. من منظورم آنها نیست، منظورم کسانی هست که واقعا مسئله رو ملی میبینن، جدی میبینن. اینها چیکار باید کنن؟ بخصوص پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان، جامعه شهروندی و باز تکرار میکنم مهاجرینی که مثل عبدالله میتواند این حادثه برای اونها هم تکرار شد. ما من نمیگم که کار عالی درباره عبدالله کرده شد، نه، کار بسیار هم خوب نبود. دفاع ما از عبدالله یعنی عالی نبود، اما در چارچوب اون توان و امکاناتی که یک
مخالفین و مهاجرین دور از وطن و در این شرایط دارن کارهای انجام شد. مثلا یعنی قضیه عبدالله واقعا توانستن دوستان که قضیه را رسانه‌ای کنند، در سطح حداقل در سطح آلمان جدی مطرح شود، اگرچه با تأخیر ولی خیلی جدی مطرح شد. الکی شاید 5-6 مرتبه تظاهرات در دورتموند، در برلین، در نزد مقامات گوناگون صورت گرفت. باز تکرار میکنم برخی ها این را ضعیف میدانند، برخی ها مسخره میکنند، برخی ها میخندند، اما نباید به اینا اهمیت داد. دوستان گرامی، من پیامم مراجعتم به مخالفین واقعی هست، به کسانی هست که مسئله ها را جدی میبینند. نباید به این گونه ایرادها، حتی ایرادهایی که از داخل هم بعضا میشود، اهمیت داد. ما بالاخره باید مسئولیت خود را انجام بدهیم و اگر یک ذره هم کمک کند به قضیه عبدالله یا به هر قضیه دیگر، ما باید از اون دست نکشیم. اگر توانستیم شرکت کنیم، نمیتوانیم کمک کنیم یا حداقل از این تنقیدها و مسخره و اینها خودداری کنیم. اما به هر حال من از نتیجه کار پورا قانع نیستم، اما در پیش کار زیاد ایستاده است. دوستان گرامی، ما همونطوری که گفتم دیگر رحمان اون چنگک رو فرو برد، خواسته یا نخواسته. نباید دیگر رحمان و حکومت رحمان رو رها کرد. مثلا درباره شمس‌الدین نیست، درباره عبدالله نیست، درباره نهضت نیست. مثلا درباره اون است که باید پیش روی این ظلم و شکنجه و این ناعدالتی ها گرفته شود. باید آلمان، اروپا درک کنند که چه اشتباهی میکنند اگر یک اپوزیسیونر رو به تاجیکستان استرداد کنند. و دیگر الکی زنگوله زده شد، مسئله مطرح شد، دیگر از ما و شما وابسته است که چگونه این مسئله را بیشتر و بیشتر در اروپا مطرح میکنیم، در رسانه‌ها مطرح میکنیم. اگر لازم شود باز میتینگ کردن در کار، تنها در برلین، در دیگر شهرها. اگر لازم شود مصاحبه، صحبت‌های آنلاینی، تمام چاره ها را باید دید. نامه های دهها نامه به سازمان های بین المللی فرستاده شد و خیلی نتیجه داشت. این کار باید کرده شود. اما نکته از همه مهم دوستانی عزیز، ما الکی دیگر نام سوریه معلوم است، نام پروکورور معلوم است، نام یتیم خودش پرونده را زیر نظارت داشت. اینا دیگه مشخصه. مقامات آلمانی، جامعه شهروندی آلمانی، رسانه ها، سازمان های دفاع از حقوق بشر، بخصوص اون گروهی که از دوستان خود عبدالله، اینا آماده هستند که مسئله رو تا به وارد کردن این اشخاص مشخص به تحریم های اقتصادی ادامه بدهند. به روی خط ماگنیتسکی، به تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های امریکایی و غیره. یعنی وقتی من میگم که چنگک رو فرو بردن، دیگر باید کار رو جدی گرفت در سمت های گوناگون و نباید رها کرد اینها را تا اینکه اینها درک کنند که دیگر وقتی به جزا با اپوزیسیا چنین مناسبت کردن، با ملت تاجیک چنین مناسبت کردن گذشته است. و من فکر میکنم که این صحبتی آخری ما در این موضوع نخواهد بود. در آینده هم باز ادامه خواهیم داد و هر وقتی که مسئله پیدا شد در موضوع عبدالله یا موضوع مهاجرین دیگر، در این باره ما حتما صحبت خواهیم کرد. من اینجا به این 2-3 سوالی که گفتم یک تفسیرهای کوتاه داشتم. اگر بینیم حالا سوالها وارد شده باشن، به سوالها جواب خواهیم گفت و باز صحبت رو ادامه خواهیم داد. خب اینجا دوستان از استودیو چند سوال رو انتخاب کردن فرستادن. یکی نفر با نام سنگلی سوال کرده است: چرا حکومت امروزه ظلمش رو روز تا روز بالای مردمش زیاد کرده ایستاده است؟ چرا از پی کمبودی نمیشود و برعکس ظلمش رو زیاد میکند؟ این حکمت است یا مصیبت؟ دوستی عزیز سنگلی، البته این مصیبت است، اما چرا حکومت روز به روز ظلمش رو بیشتر کرده ایستاده است؟ برای آنکه ما و شما اجازه داده ایستادیم. برای آنکه حکومت ظلم کرده ایستاده است. یک گروه خرد از اپوزیسیا مخالفت میکند، گپ میزند، 90-95% مردم تماشابین است. و حکومت چرا ظلمش رو زیاد نکند؟ حکومت از روی قانونی همون بردارد زم کن، نه بردارد کم کن. دیده ایستاده است که مردم برداشته ایستاده است، ظلم را تحمل کرده ایستاده است، زم کردن میگیرد ظلم را. اگر که دید که مردم نمی بردارد کم میکند. بنابراین همین تا روزی که مردم، حالا من نمیگم شما برادر سنگلی، ولی شاید شما یکی از مبارزان باشید، اما تا روزی که مردم میبردارد حکومت کم نخواهد کرد بلکه زم میکند. نفر با نام صبح جوانان: سلام علیکم و رحمت الله، زنده باشید.
الله همراهتون بود. سوال داشتم. شما میدونید که حکومت قوی شده ایستاده است روز تا روز. آیا استراتژی نو ایجاد کردید یا در فکرش هستید؟ دوام سوال. همه انقلاب‌ها با مال یا پول احتیاج دارند. شما فکرش رو کردید یا نه؟ و یا برای بعد ناکام شدن در سالهای نزدیک، خدای نخواسته اگر ناکام شدید، آیا استراتژی آینده رو کشیدید؟ خب دوست گرامی، حکومت روز به روز قوی شده ایستاده است. حکومت است، ولی من فکر نمی‌کنم قوی شده ایستاده است. برعکس تمام نشاندادهای اقتصادی بیانگر آن است که ضعیف شده ایستاده است. اما استراتژی ما چی است؟ ولی ما استراتژی داریم. استراتژی ما بیدار کردن مردم، فهماندن مردم. من پیشتر با سوال قبلی گفتم که 90% مردم تماشابین است، خوب است، اصلا وارد مبارزه نشده ایستاده است. استراتژی ما بیدار کردن این مردم. شما با کدام مردم انقلاب میکنید، در خیابان ها اعتراض میکنید؟ با مردم خوابالود. ملت هایی که خستند بیدار شدن معنی را دارد که ملت بیدار شد، مردم بیدار شد. اون وقت انقلاب هم میرسد. استراتژی ما همین است برادر. خب شماره مهاجرین تاجیک در اروپا زیاد شده است. آیا ما برنامه رو فکرش رو کردید که اونها رو جلب کنید برای وطن خود، برای آینده فرزندان؟ یگانه استراتژی برای جلب مهاجرین در اروپا نه. چرا ما فقط برای مهاجرین فکر کنیم؟ مهاجرین اینجا آمده است، از دوری 5000 کیلومتر چیکار کرده میتونه؟ بسیارش آمدن پناهندگی رو گرفتن، جای کار پیدا میکنن، درس پیدا میکنن، دیگر در فکر تاجیکستان و وطن نیست. ما باید مردم داخل کشور، مهاجرین روسیه رو بیشتر صحبت کنیم، آنها رو بیدار کنیم، چون آنها مشکلی دارن. کسی که اروپا آمد دیگر مشکلی نداره، اینجا درس میخواند، زندگی میکند، از پی کار و زندگیش است. مشکلی اساسی رو ملت تاجیک در داخل دارد، در روسیه دارد. اینا هستن شریکان اصلی ما و اینا هستن کسی که آینده ملت میتواند باشد، نه اون کسی که در اروپا و امریکا آمدن. بسیارش پناهندگی رو در اینجا گرفتن، باز طرفدار حکومت شدن. وقتی که پرونده رو پیشنهاد میکند از ظلم رحمان گپ میزد، پرونده که تمام شد حالا رحمان رو پیشواز میگیرد. متاسفانه برخی همین گونه هستند. خب یک نفر دیگر савол додааст. Рахмон ба сессия водной конференции считаю предлогом. Думаю, там обсуждался вопрос распада будущем России и роль Таджикистана в этом процессе. Хотел знать ваше мнение об этом визите. Я уже сказал, что этот визит действительно был организован Объединенной Нации, Организацией Объединенных Наций. Это была конференция, посвященная водным проблемам. Таджикистан является инициатором водного проекта ООН. Это закономерно. Деньги отдали голландцы, инициатива таджикская, и, естественно, были приглашены король Голландии, президент Таджикистана. Тут никакой подоплеки нет. Даже ни один чиновник американский не встретится с Рахмоном. Так что он поехал туда только для этой конференции и вернулся. Это мое мнение. Я вижу, что больше других вопросов нет. دیگر سوال ها نیست دوستان گرامی. خب دیگر در همینجا صحبت امروزا رو به انجام میرسانیم و امیدواریم که روزهای خوبی داشته باشید. بار دیگر تبریک میگم و قبول عبادت ها باشد. انشالله در روزهای بعدی، در موضوع بعدی در خدمتتان خواهیم بود. تا ملاقات های بعدی در پناه خدا باشید.